восточным солнцем добрая душа. Ты судьбой играл в решку и орла. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. سلام علیکم دوستانی عزیز. امروز ما در سلاله زیبای ترسون بابا مهمان هستیم که جشن زادروز سنت الحق شده ایستاده است و جشن زادروز فرزند سنت الحق عزیز جانم نیز امروز زادروز دارند. امروز تبریکات از نام زیبا که سورپرایز است همراه شمایان به هم میبینیم. ما آغاز کردیم رفتیم. عزیز السلام علیکم پدر مادران مهمانان خاندان زیبای سنت الحق، مهمانان زیبای خاندان ترسون بابا سنت الحق، همه شما را با امروز جشن زادروز سنت الحق و البته عزیزان خود اگر خوش آمدیدتان بگوییم. قدم های شما را بالای دیده میکنیم. البته با فرصتهای شما سنت الحق به نزد ما دعوت میکنیم. مرحبا. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, лица поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничений. و البته همینجا میسته. السلام علیکم. السلام علیکم. حضور خطا کرده نزدیک ترسته. سنت الحق زادروز مبارک. روز تولد را عزیز جان نزدیکتر میستیم. روز شکرانه را برایتان مبارکباد میگوییم. 120 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. ترسون بابا، حامید بابا، مرحبا. کاری فرسان خاله هم نزدیکتر استم. یک آیله ای که برای تمام آیله ها نمونه بیاریم هم است. آیله خوشبخت‌ترین. سنت الحق مولود خجسته برایتان مبارکباد باشد. همیشه در سر شما هر دو پدر هر دو مادر دعاگو اشته گردند. از شما انسان خوشبخت‌ترین نیست. چرا گفتم من؟ دو پدر و دو مادر داره، عائله خوشبخت داره، عائله تینج داره، صاحب کسب و کار هسته. امروز انام کی آمده ما تبریک کنیم؟ سورپرایز شد می. یک تا یا بکنید تو؟ نه. لایق بزرگ فرموده است اگر یابم جوانی ای دوباره تو را تنها تو را می خواهم و بس. به هر قسمت به هر قیمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد بر کس. کی میگوید این سخن‌های؟ نه خرسک میزنه. یک هفته باز تایاری میبینن زیباتی حسین جان از زبانت یک کس نشنود و سورپرایز شده گشته کن. حاضی هم در آمدن گفتن که امروز اکد نمیدانن تو میمانه که سورپرایز شود. پرس کنی انامی کی میگوید؟ البته از نام همسرتان، از نام پیرین پاشای مسلم خالم، از نام دختر نازنین حامید بابا پرسند خالم و دختر نازنین ترسون بابا شما تبریک میگویم. همیشه صحت سلامت باشید. بگذار دم پیری و دولت پیری را دیده گشتن نصیب کنند. ایزی قدم هر دانه پدرهای زیر کرده گشتن برای شما نصیب کنند. برای ما لازم نیست سوید، ما همه چیز ما هست. میگوید از نام عزیز جان پردکک برایتان پدر تو کوهی بر آسمان با کوه پاره، تو قله بلندی و ما همچو پاره. بیرون شدن ز راهی تو بر ما فلاکت است، تو مثل راهی آهنی با چو قطاره. در فکر زندگی ما آب و ادا شدی، تا ما شدیم به پا تو خود نیز در پا شدی. سر تا به پا پندی و دنیای حکمتی، به مثل بر بزرگی و
فیض و سخاوتی. صورت لاکه در روز بهترین شما در جشن زادروزتان خداوند کریم چه انسان خوشبختترین است که برای شما دوامچی سلاله شما را عزیز جان را تحفه کرده است. من امروز زادروز عزیز جانم است. عزیز جان را از نام حامد بابا، از نام پرسان خالان، از نام ترسون بابا، پرسان خالان تبریک میگویم کلام شوند. ایزی قدم باباهای زیر کنند، انسان اصیل شود، یک مرد اصیل شود که آهلی که میرانقل آقصای شناسد و از پشتش افتخار میکردگی انسان شود. برای خلق و وطن دست یاری خود را دراز میکردگی انسان شود. ای پسر اندیشه کن بر راه شیطانی مرا، با ادب باش و دم از کوی انسانی مرا. حرمتی مادر پدر کن حق از تو بدان، حق پرستی پیشه کن بر کوی ناحقان مرا. زیباییتی که شما میان شما نزدیکتر است. یک تا جای شما خالی آن شما بیایید نزدیکتر. از نام زیباییتی میگویم اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست میدارم، اگر چرخم بیازارد تو را من دوست میدارم. تو یکتایی منی ای گل، تسلای منی ای گل، اگر جانم رمق دارد تو را من دوست میدارم. دوستان باشه، همیشه موفق باشه. امروز روز خرسندی مبارک باشد. زیباییتی با این عائله خوشبخت و خوشچقچق شمایان هیچ وقت چشم نرسد. شما حاضر در یک وظیفه بهترین هستید که هر آن مهنتی که میکنید ثواب میبیارد برای شما. هر دو دل پدر مادر را گرفته ایستادید. همیشه صحت سلامت باشد. خود خودتان یک گلروسی نازنین نصیب کند و هر دو باباها، هر دو آنها از دست نبیرکینین چای نوشیدن نصیب کند. تا مدنی سنت دعا میخواستیم از پدرها نیت‌های نیک را برایشان شنویم. برهم سلام علیکم میهمان. من امروز روزی زادروز پسرچه هم نیوره گلیم دیگه شان ساق سلامت باشن. حالا طولا چقدرگان درست ساق سلامت بودن گیرم همه که روزهای خوشندی بیفرکم آمانه گرد. فقط روزی خوشندی با باخرید سلامت باشید. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید به این درگاه فرزندان عزیزم. من امروز روزی زادروزی سنتی لا و نیوره عزیزم عزیز جان، همه شما را خوش آمدید میگویم. به هر دوی این زادروزگاه عمری دراز، صحت، سلامتی، بخت سفید خواهم که همخیر خوش باشند، عمر به سر برم، جای‌نشینی پدر و مادر، بابای بابا کلان‌ها شوند. خدا دادگی عمره بدن و همه وقت ساق سلامت گردن. واقعی همه ایمانشا هم و کتب رحمتی کلام خوش آمدید. مورد دیدن کنیستم. مهمانان عزیز، خوش آمده امروز درباره سنتی لازم هم یک کتاب ساق آمده سلامت کنه و تو برید اینجا که بچم 100 ساله شود، نیورم هم 100 ساله شود، کیلون کتی خوشه پیر شود. همین ماشین های گرفتگی هاشون با خاصیت شود این هر دش ساق سلامت. هم یکاشون در پشتم مونن نبینم داغاشون داغ فرزندایا. رحمت شما دارم، شما هم 100 داری. تا توانی دوستان را گم مکن، تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن، جهان را گم مکن. یک عائله امینه سنت لغا نزد عائله عزیزی آقا همه روزی بخش روزی خرسندی همه خواب باشن سلامت باشن. هیچ وقت روز بعد دستی کار نگیرن. همه صحت سلامت باشن. آینده بعد از ما همیشه باشن. هزار رحمت، سلامت باشن. تشکر میگیم. سنت لاکه حاضر سویت خودش در میگیرد، آدم میگیرد یک به نزدیم و در اینجا بسیار توفه ها داریم برایتان. برهمت سنت لاکه بار دیگر برایتان زادروز مبارک باشد. زیباییتی نزدیکتر میستیم. امروز روز خرسندی است.
البته برای هر دو پدر برای هر دو مادر همراه زیبایتی نزدیکتر به سنت الله که خدا کند که همین آیله یک جای زیارت عمره زیارت حج اکبر نصیب کند و از آنجا آمدن و زیارت مبارک باشد عمره مبارک باشد خدا شما را تبریک کردن نصیب کند با چنین نیت ها در این دنیا هستم و کتابی قیمت بهاترین که کتاب قرآنی کریم است تقدیم میکنیم مرحبا زادروز مبارک باشد و البته عکس‌های زیبا و خاطرمند و تاریخی پرترک را پیشکش میکنیم مرحبا بسیار شما نزدیکتر مبارک باشد خوشبخت باشد و این آیله خوشبختی شما هیچ وقت چشم نرسد مبارک باشد و البته ما در اینجا شیرینی داریم برای این آیله شیرین و خوشبخت این دیاری عزیز ما مرحبا شیرینی را همه یک جای میبریم مرحبا Ждем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый, но с тобой календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ждем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня ты сказал мне только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии. سنت الله که بجو بریختم با به پیش همه کارا به پیش همسین کارا یک تکت نیتاشون رو شنوه برای امروز با یک تا مثال خلا گفتم که ماشین گفتازی من بایم حکمتی یک جای رفته اینا همسین کار میشه داغلا اسدов السلام علیکم و حضور ناراحت نشده هم جبا Assalomu alaykum mehmonon aziz mezbononi muhtaram. Albatta xursandi ovar است که امروز دو تا زادروز رو جشن می‌گیریم. سناجان که سرشون نوشون. عزیز جان که روز تولدشون بیان امروز. توسون با عاد کرده بیان که خوشه همین توی بایرا زادروز رو جشن می‌گیریم. امروز روز جدا هم عجایب
عجایبش همین که 65 سال پیش از این یکمین مرتبه انسان کسموس برگشت 12 اپریل در اروپا همیشه روزی خوشروی روزی ناس ما روزی تولد این دو یعنی جگرمون و یاشمون جشن می‌چسیم در جهان هیچ نعمت نیست بیشتر از فرزند باشد جز آن رو به جان پیوند نیست فرزند رو البته زاد روز جشن میکنیم توی میکنیم چیز میکنیم با امیده که در پیری دست گیرد به چیز نگفتن جان پسر نخلی جوانی باش زیبی بوستان میوه های شکرین ده از تو امیدم کلام رو در ایام نورسی تا بر کمالات رسی دانکی دور نورسی دوست دوریم کن یک پسر شوکی در بین خلق بالا کرده سر با افتخار پدر گوید که دارم مقصر انا میخواه پسری با افتخاری من پدر آچاو من همین محله مهرات آچاو کارات آمد کنه شما را خواهان قسم از نوم مویسه پیدا که یعنی عمر دراز می سعادت داره با همه تویوتا نشو کن رحمتی کلا نه আমাকে রাখতে ছেড়ে না কয়ে বড় কয়ে سعدی همی সাদি ছেড়ে ما هر یک توی همه جگرها ده همیت کره میگم همونه گوم میگن سعدی بزرگ البته این گفت رو میبخشد من رو اکو ارواحی باید بار اگر وزنین نباشد بار نیست کار اگر مشکل نباشد کار نیست دوست اگر صادق نباشد دوست نیست یار اگر وفادار نباشد یار نیست همه بخواستیم اینه با بخواست صادق و وفادار باشد Assalomu alaykum aziz mushtariklar. Hamma dota xayr barakat okudan, tingi xushxabar okudan. Mana hamma ro'zi ki allohga jumora jashn davay qabul qilsin, girishsin. Xudo inho va umri daroz, ismi ro'zi ki xonda olim ulamo ishlar xizmat qilan bu to'y qavmishda hamma mamlakatda bandashadi. Rahmat. Hamma chivu moqi hamma gapo akamza. Azizjon aku inam nevaradi inom hazor sola shav. Ro'zoy naqdi ana xir tawro arjoshi amin. سلامت باشید. سنت الله aka هم سینفا کی با میتیم نوبتا. هم سینفا با ما. همه شما را به خاندان امروزه مهمانان خوش آمدید میگویم. درخوری نازنه که از کی میشنویم برای امروزه صاحب جشن ها. مثال خلا کلاس کام کی اینجا با؟ تبریک کنم مثال خلا. تبریک نزدیک داره روزاتون مبارک شود میشه پیر شوید صد بدرایید روزای نغز بینید روزی گنده نبینید الهیم ساخ سلامت گردید نانکتان بدون شود نامکتان خلوق شود سر بلندتان خم نشود دلکتان غم نشود چشمکتان نم نشود نیوره بینید ایوره بینید چه وره بینید ابشتی امنو دورو سوری کنید رحمت سلامت باشید مرحبا درست کنه کم زنه از جان 100 سالشم عمری درازشم پدر مادرشان حضور حلاوتشون رو بینم از خودشان یک گوش دارم کلاشم زن گیرم کلی مهربان بیاد الهی مکر دادشان بیشد همه آرزو نیتشان برسن اما تو رحمتی کلام دست بخوالا گیره Assalomu alaykum mehmonlar aziz. Xush omadam yakotum. Domodam azizjonam. Sodrozoshim muborak shava, ilohim 100 sola shava.
زیبا کردی دوماد قوشه پیر شوند پیری به دولت به عزت به حرمت به راحت به درد و به غم شوند و حضور علم عزیز جان بینن. عزیز جان یک فرزند کلون شده مکتبای عالی به در آمده خونده یک وی عالم علما شوی و فخر اولاد شوی چو سعدی پیر شوی و کم نبینی چو حافظ شاد باشی غم نبینی چو جامی عاقل و فرخونده باشی چو سینا در دل و در دیده باشی همه وقت دل و دیده مردم ببوشه. همه اکتون همه حرفای زیبا که سنت و خوش آمده نوری دیده تاجی سر الهیم عزیز جان پیر شوه پیرکی به دولت شوه مکتبای عالی خونه عالی معلوم مانداک شوه پشتک پناهی داده بیش شوه الهیم زیبا سنت که خوشه پیر شوه پیرکی به دولت شوه وزره که خونه جایی بلای چپیک شوه بینن همه اکتون خوش آمده نوری دیده تاجی سر Sürme. Tiyama bakışta. رحمت سلامت باشند. سرودهای رقصی می شود. بیرون باد و هوای بهارانه و تازه است. یک جمع رقصیم خرسنده میکنیم. خوش آمدیدتان به همه شما. کیفیتی خوش سلامت باشید. Hey!
اینک عزیزان امروزه این بزم نیز همراهی شمایان به هم دیدیم. سنت لاحقه را در جشن زادروزشان از نام همسرشان زیباییتی تبریک کردیم. همچنین امروز جشن زادروزی عزیز جان بود نیز شاد باشش گفتیم. همراهی شمایان به هم دیدیم. با ما باشید. با شبکه شهنان سلامت باشید.